الحمدلله که من و شما مسلمان هستیم و کلمه میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. معنی این کلمه چیست؟ نیست معبودی بر حق لایق عبادت سزاوار پرستش جز ذات پاک الله جل جلاله. مقصد این کلمه چیست؟ که یقین باور داشته باشیم هر چی میشه از الله میشه، از غیر نمیشه. سلطان سلاطین الله، پادشاه نازنین الله، رب المشرقین الله، کاردان کار الله، کارساز کار الله، حاجت روای کار الله. عزت میده الله میده، شهرت میده الله میده، موت میده الله میده، ذلت میده الله میده، خوشی میده الله میده. لا اله الا الله. سنگی نبود کوها را آفرید، آبی نبود دریاها را آفرید، شاخه‌ای نبود جنگلها را آفرید. حضرت یونس را در شکم ماهی که نگه داشت الله جل جلاله. حضرت یوسف را در چای کنعان که نگه داشت الله جل جلاله. حضرت ابراهیم را در آتش فرعونیان که نگه داشت الله جل جلاله. امیدوارم از دیدن این کلیپ خیلی خوشحال باشین و راحت باشین. ازتون میخوام این کلیپ رو بفرستین به دوستاتون که ثوابش به شما برسه، که هر چی میشه از الله میشه، از بندش چیزی نخواهین.